در روسیه آخرین محبوس گروه 6 نفره را میجویند که آخر هفته گذشته از زندان لیپسک گریختند. نیروهای امنیتی 5 نفری آنها را دستگیر کردند که همشان از کشورهای آسیای مرکزی هستند. به نوشته رسانه‌های روسی در بین آنها دوران جبارов شهروند تاجیکستان است، بقیه زادگان ازبکستان. برای فرار زندانیان نقب 65 متری کنده از زندان بیرون آمدند. 2 فراری را در ولایت تنبوف 200 کیلومتر دورتر از زندان دستگیر کردند. 3 محبوس دیگر ظاهراً برای ترک لیپسک فرصت نیافتند که در نزدیکی‌های زندان دستگیر شدند. محبوسان قصد داشتند به وطن یعنی ازبکستان و تاجیکستان برگردند. Что задержан? Откуда? С лагеря, Липецкий район. Куда направлялись? Ну, в границу. Домой собрались. Сопротивление зачем оказывал? Нож откуда с собой? Взяли, чтобы пригодиться. نشریه کمیرسنت می نویسد زندانیان فراری با گناه تجاوز به ناموس و قاچاق مواد مخدر ادای جزا می کردند. یکی از آنها فقط نیم سال در زندان بوده است. مقامات زندان گفتند محبوسان توسط نقب فرار کردند که خودشان با بیلهای خود ساخت کنده خاک آن را به لوله‌های آب و کاریز می ریختند. Сколько человек совершил побег? 6 человек. Куда собирались бежать? Двое под Москвой шли, 4 на Тамбов пришли. Куда дальше собирались бежать? Через Казахстан, Куда? на Узбекистан народный. کمیته تفتیشاتی روسیه برای فرار زندانیان نسبت به پاسبانان و کارمندان زندان لیپسک با اتهام غفلت در کار پرونده جنایی باز کرده است.